ای عزیز جان، یک چیز را متوجه شده ای که امروز در دنیای اسلام مردم بخصوص بظاهر علمای دینی حق الله را به دست خود گرفتند، چنان که گویی نمایندگان خداوند در روی زمین هستند. گویی خداوند خود نگهداری حقش را کرده نمی تواند و آنان باید از حق خداوند دفاع کنند. اگر به احترامی در قسمت مسائلی که مربوط به خداوند می شود ببینند فتواها صادر می کنند یا حکم قتل و کشتار را می دهند و یا هم قتل و کشتار را در این امر توجیه می نمایند، مگر در قسمت حق الناس که وظیفه هر مسلمان می شود خاموش نشستند. هر روز به اشکال مختلف با هزاران گونه ظلم به مقابل انسان و به خصوص زنان بیچاره و در بند کشیده برمیخورند. حتی تجاوز جنسی بالای اطفال خردسال را در وطن خود می‌بینند و همین گونه خاموش نشستند. گاه اگر دلشان خواست یگان نصیحت می‌نمایند. از تو می‌پرسم، آیا فکر نمی کنی زمانی که به طفل بیگناه تجاوز می گردد در آن موقع زمان فتوا دادن ها و آواز بلند نمودن هاست که حق الناس، حق انسان دیگر به زور پایمال شده است، حیات کودک را تباه نمودند؟ از بظاهر عالم دینی که به گفته خودش چندین سال در یکی از ممالک عربی در این راه تحصیل هم نموده است شنیدم که می گفت در دل جوانان مسلمان آنقدر ایمان و عشق به دین و قرآن موج می زند که تا کسی را می بینند که توهین به قرآن و یا دینشان می نماید این احساسات اوج می گیرد و با چوب و سنگ و هرچه به دستشان آمد آن کس را با مرگش خاموش می نمایند. او می گفت این همه به خاطر ایمان و عشقی است که به قرآن دارد. مگر من اصلاً به این عمل فجیع عشق نمی گویم؟ این عمل یعنی من شیطانی، من نفسانی کلاه دین و مذهب را به سر نهاده است و به نام دین و مذهب احساسات تاریک شیطانی را چنان بالا می آورد که بدون تفکر دست به چوب و سنگ می برد و حیات را می گیرد و بعد ملایم می گوید که عاشق قرآن است و از دینش دفاع نموده است. این را بدون هیچ تردید بپذیر که زمانی که من نفسانی کلاه دین و مذهب را به سر می‌گذارد بسیار خطرناک می شود. می‌دانی عشق به قرآن یعنی چه؟ عشق به قرآن یعنی درک عمیق مفاهیم آن و لایه به لایه به عمق آن فرو رفتن. عشق به قرآن یعنی قبل از هر عمل به تفکر فرو رفتن. عشق به قرآن یعنی اقرا، خواندن و نوشتن را آموختن، شخصیت خود را عمیق، صبور، حلیم و آگاه نمودن. قرآن بیش از 10 بار ما را به تفکر فرا می‌خواند و بار بار احساساتی عمل نمودن را نکوهش می‌کند. قرآن حتی به پیامبرش امر نموده است. باز می‌گویم قرآن حتی به پیامبرش امر نموده است که اگر در مجلس وارد شدی و دیدی چند تا آدم جاهل دینت را به دشنام، تحقیر و تمسخر گرفته اند از آنجا دور شو
برای ما نمیگوید که احساسات تاریک قهر و غضب را بالا آورید و اول با الفاظ رقیق اگر نشد با سنگ و چوب آنان را خاموش نمایید. میگوید صرف آنجا را ترک کنید، یعنی جواب جاهل را با خاموشی بدهید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در حلیم بودن و صبوریش به همتا بود. عشق به او یعنی این اوصاف او را در درون خود زنده نمودن. او آنقدر صبور و حلیم بود که زمانی که یک نامسلمان در صحن حویلی مسجد داخل شد و در آنجا رفع حاجت نمود، یارانش می‌خواستند بدوند شاید با قهر او را از آنجا خارج نمایند. سرور کائنات صلی الله علیه و سلم آنان را باز داشت و گفت بگذارید تا تمام شود. بعد خودش با مهربانی با او مواجه شد، با استدلال و محبت او را فهماند. امروز تا کسی زبان باز نماید با قهر و غضب افراطی های بیخرد که چیز از قرآن و شخصیت حلیم سرور کائنات صلی الله علیه و سلم نمیدانند مواجه می شود. به زور تفنگ و چوب و سنگ و زعم خام خودشان از دین خود دفاع نموده اند و از این مضحک‌تر به ظاهر عالم دین میگوید این عشق به قرآن بود که آنها را به چنین عمل واداشت. نه خیر، این هرگز عشق به قرآن نبود، بلکه آدمها اسیر و برده انرژی تاریک شیطانی گردیدند. شیطان کلاه دین و مذهب را بالایشان نهاد و با آن حیات را گرفتند. بدان که عشق به قرآن هرگز به این معنی نیست که به صفحات کاغذ عشق بورزی، بلکه باید وحی الهی را در دلت دریابی. قرآنی که ما را به تفکر، به عمق نگری، به صبر، به لطف و محبت با همه فرا می‌خواند. عشق به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در این نیست که تا کسی کارتون از او را بکشد نفس تو در جوشش آید و حق حیات را از او بگیری، بدان که خود قرآن میگوید محمد صلی الله علیه و سلم سمبل رحمت بوده است. او فرستاده شده است تا مکارم اخلاق را تمام نماید. در قرآن خداوند خود خلق او را توصیف می نماید. باز و تکرار می گویم عشق به محمد صلی الله علیه و سلم یعنی اخلاق او را در خود بیدار نمودن، صبر و حلم و بردباری را از او آموختن، یعنی با آنانی که جستو می اندیشند با مدارا پیش آمدن، با استدلال و منطق بحث نمودن و از آنانی که از در توهین و تحقیر پیش می آیند رخ برگردانیدن، یعنی با خاموشی پاسخ جاهل را دادن. این است خصلت و اخلاق سرور کائنات صلی الله علیه و سلم. مگر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با آن زنی که هر روز به او و دینش تحقیر و تمسخر می کرد چه کرد؟ آن زن تنها به دشنام دادن بس نکرد، بلکه به سر و صورت مبارک سرور کائنات صلی الله علیه و سلم سیاهی و خاکستر ریخت. او جواب جاهل را با خاموشی داد و وقت یک روز برای دشنام دادنش نیامد، سرور کائنات صلی الله علیه و سلم به عیادتش رفت. این است اخلاق محمدی.
عشق به محمد صلی الله علیه و سلم یعنی این گونه اخلاق را در خود بیدار نمودن، بدان که این وظیفه هر برنامه اسلامی و هر عالم واقعی دین می گردد که اول خود به عمق قرآن فرو رود و بعد آن را برای جوانان وطنش و برای مسلمانان قرن 21 تحلیل علمی نماید. همچنان هر روز و هر هفته از سیرت و اخلاق و بردباری سرور کائنات صلی الله علیه و سلم سخن بگوید تا حقیقت این دین زیبا آنچنانه که عرفای ما آن را دریافته بودند آشکارا گردد و مردم از این قهقرای جهالت و خرافات و افراط و خشونت بیرون آیند. هر روز به هر نوعی که بخواهی در مملکت ما دروغ، رشوه‌خواری و حق دیگران را خوردن و بدترین شکل آن وجود دارد. و باز همین اشخاص صحبت از غیرت اسلامی می نمایند. غیرت اسلامی یعنی این اعمال شیطانی را شناختن و از خود و جامعه نابود نمودن. حالا زمان بیداری فرا رسیده است. باید هر انسانی که نام مسلمان را بالای خود می‌گذارد و پیرو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است و هر عالم واقعی دین، به خصوص هر عالم واقعی دین با این ذهنیت که خشم و جنایت می‌آفریند و با آن نام والای اسلام و مسلمان را لکه‌دار می‌سازد، با استدلال و منطق در زیر پرتو قرآن مجید و رسول مقبول صلی الله علیه و سلم و مبارزه برخیزد. جهان منتظر اکثریت خاموش است.